سلام دوستان عزیز، مسئله 186 را در این نوبت میبینیم از کتابی مجموعه مسائل از فیزیک ریمکویچ. شینواری از 5 متر بلندی خود را به آب پرتافته و به چقوری 2 متر غوطید. وی در آب چند وقت و با کدام شتاب حرکت کرده است؟ شینواری از 5 متر بلندی خود را پرتافته، h برابری 5 متر بلندی خود را پرتافته مثال با S را می‌نویسیم. S برابر 2 متر در داخل آب بودید و در آب چند وقت و با کدام شتاب حرکت کرده است؟ در داخل آب چند وقت و با کدام شتاب حرکت کرده است؟ حل. مثال اینجا آب از 5 متر بلندی، نقطه پریدن شناور و اینجا اش می افتد و 2 متر و داخل آب اس می غوطد و در اینجا سرعتش برابر 0 می شود. ما داریم حرکت ثابت شتاب افزون شونده و سست شونده در هنگامی از بلندی پریدن تا در سطح آب رسیدنش. شناور حرکت افزون شونده، ثابت شتاب افزون شونده می نماید و شتابش به شتاب افزایش آزاد برابر است. ا برابر ژ. یک بار دیگر شرطش رو. شناور از 5 متر بلندی خود را به آب پرتافته و چقدر 2 متر غوطید و در آب. بله، ما سرعت ابتدایی را در اینجا برابر 0 قبول می نماییم. اون در شرط مسئله داده شده است و معلوم است که سرعت ابتدایی برابر 0 می شود، چون که شناور هنگام پریدن به داخل آب سرعت در تیر x سرعت ابتدایی می گیرد، ولی در تیر y سرعت ابتداییش برابر 0 می شود و ما در تیر y معادله می نویسیم. البته سرعت ابتداییش برابر 0 است و می نویسیم h برابر v0t جمع rt کوادرات تقسیم 2. سرعت ابتدایی برابر 0. پس ما می توانیم در h را نویسیم h برابر rt کوادرات تقسیم 2. اکنون سرعت برابر v برابر v0 جمع at. هنگامی حل کردن معادله های کینماتیکی که در آن حرکت ثابت شتاب یا اینکه منتظم فرق ندارد گفته شده است، ما باید همه وقت دو معادله را نویسیم. s برابر v0t جمع at کوادرات تقسیم 2 و v برابر v0 جمع at. معادله های اساسی حرکت ثابت شتاب این دو معادله می باشند و وقتی که حرکت عمودی می شود، یعنی حرکت با تاثیر قوه جاذبه حرکت افزایش آزاد می گردد، ما در جای s h می نویسیم و در جای a ژ. این همان قانون های کینماتیکی می باشند. همه وقت در مسئله هایی که شتاب پرسیده شده است و در آنجا کوچیش، بلندی و این طور چیزها گفته شده است، ما باید همین دو معادله اساسی را نویسیم و هنگامی v0 برابر 0 بودن این معادله ها نمود زیرین را میگیرند. h برابر v0 برابر 0 می شود gt کوادرات تقسیم 2 و v برابر v0 هم برابر 0 v برابر gt. اینجا ژ میکردیم باید ژ. اکنون از روی این دو معادله استفاده بوده ما سرعت ورزشگر را در انحای این نقطه
در این نقطه سرعت v یافته میابیم. از اینجا ما ت رو میابیم و از معادله یک ت رو یافته در معادله دوم میگذاریم. اگر ت رو از اینجا یابیم 2h برابر ر ت کوادرات و ت رو یابیم اگر ریشه 2h تقسیم ژ. این رو در معادله دو میگذاریم. و برابر ر ضربی در جای ت می نویسیم این رو 2h تقسیم ژ برابر. ما می توانیم این ژ رو با کوادرات برداشته داخل ریشه داخل نماییم. بر ریشه داخل نماییم. مثال ژ کوادرات ضرب 2h تقسیم ژ. اگر ما خواهیم ژ را از ریشه براریم باز همون مثل پیشتر میگردد و اینجا کوادرات ژ با ژ پایانگی اختصار می شود و 2ژ را حاصل می نمایم. با ما معلوم است ما پیدا نمودیم سرعتی را که جسم به داخل آب می زند. اکنون در داخل آب حرکت ثابت شتابی سوست شونده می گردد و ما همین معادله ها رو برای ثابت شتابی سوست شونده می نویسیم. یعنی h برابری در اینجا s داریم. s برابری v0 t در ثابت شتابی سوست شونده معادله v0 t طرح ات کوادرات تقسیم 2 می گردد و v هم همینطور v0 جمع و طرح ات. در هر دو علامت جمع به علامت طرح تبدیل می یابند چون که حرکت سوست شونده است و شتاب منفی است. از روی این دو معادله شتاب و وقت حرکت جسم را در داخل همین آب معین می نماییم. در اینجا هم وقتی که جسم به اینجا می آید به همین نقطه آخر می آید سرعتش برابر 0 می شود. دیگر به پایان نمی رود. و برابر 0. این را می توانیم و اشتریخ گوییم. و اشتریخ برابر 0. پس و 0 از اینجا برابر می شود با ات و این در جای و 0 ما برابر همون و هست که ما یافتیم. این و پس این رو در جای همون و میگذاریم. s برابری و 0 ت طرح ت کوادرات تقسیم 2 برابری. از اینجا ت رو میابیم. ت برابری و تقسیم ا در جای و 0 و رو گذاشتیم. و 0 ضرب و اینجا هم و می نویسیم و تقسیم ا طرح ا تقسیم 2 و کوادرات تقسیم ا کوادرات. ا با کوادرات ا اختصار می شوند میموند. و ضرب و کوادرات تقسیم ا طرح و کوادرات تقسیم 2 ا برابری و کوادرات تقسیم ا طرح و کوادرات. از اینجا مخرج عمومی میدهیم با و کوادرات میرسه 2 و کوادرات طرح و کوادرات تقسیم 2 ا. مخرج عمومی شد 2 ا. از 2 و کوادرات یک و کوادرات رو طرح نماییم باز همون و کوادرات تقسیم 2 ا. از اینجا ا رو میابیم. ا برابری و کوادرات در جایش باقی میماند و ا با s جای عوض می نماید. 2s در جای s ما ا نویسیم در جای ا s. در جای و کوادرات ما میتوانیم انا این رو نویسیم. و برابری این و خودش کوادرات که برداریم باز ریشه گم می شود و میموند 2gh تقسیم 2s. 2 ها اختصار می شوند و میموند باز gh تقسیم s برابری 10 ضرب 5 تقسیم 2 موافق شرط مسئله 2 ضرب 5 10
ضرب 50 تقسیم 25 متر تقسیم ثانیه کвадрат. اکنون ت رو میابیم. ما میدونیم که و برابری ا ت میباشد. از اینجا ت رو میابیم. ت برابری و تقسیم ا برابری در جای و 2 جی اش تقسیم ریشه 2 جی اش تقسیم ا برابری 2 ضرب 10 ضرب 5 تقسیم ا 25 میباشد. از این ریشه 10 میبراید 10 تقسیم 25 این میشود 1 تقسیم 4 0 از 4 0 از 4 ثانیه 3 تقسیم 25 4 میشه و در جواب هم چنین نوشته شده است. این مسئله 186 این پیج بود. ما این رو مفصل حل کرده ولی این رو میشد با فرمول های عادی حل کرد ولی این فرمول ها رو باید ما اثبات میکردیم. برای اثبات نمودن ما اینقدر راه ها رو ادامه دادیم.